از پی مرگ رازقوف تنها علیه یک میلیسه پرونده باز شده، 2 نفر از بازداشت رها شدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از محدودسازی حقوق‌های شهروندی، فشار به آزادی بیان و خشونت نسبت زنان در قرقیزستان نگرانی کرد. در روسیه سردی هوا تا 73 درجه پست شد. در تاجیکستان سرمایه تا 40 درجه در نظر است. نسبت یکی از 3 میلیسی بازداشت شده در قضیه مرگ ساکن شهر کولاب عبدالقهار رازقوف از روی ماده سوء استفاده از مقام پرونده جنایی باز شده است. شمشاد شریفوف، کارمند وزارت کارهای داخلی شهر کولاب، با جرم سوء استفاده از وکالت منصبی از روی کودکس جنایتی تاجیکستان با تشبث پروکراتوری منطقوی کولاب مجرم دانسته شده است. از روی این ماده جریمه به مبلغ تا 100,000 سامانی یا محرومیت از آزادی به مهلت از 5 تا 10 سال پیش بینی شده است. رادیوی آزادی دیروز 12 ژانویه نوشت که یک منبعش در دادستانی به شرط افشا نشدن نامش گفته است که دیگر افسران بازداشت شده میلیسا ظفر خالوف و جمشید کرامتوف با پرداخت گرو آزاد شده اند. گفتنی است کارمندان میلیسا به گمان دست داشتن در مرگ عبدالقهار رازقوی 37 ساله ساکن شهر کولاب در شب 2 به 3 ژانویه سال جاری به حبس گرفته شدند. نزدیکان رازقوف گفتند که عبدالقهار بر اثر شکنجه ماموران میلیسا به هلاکت رسیده است. ساکنان کولاب روز مرگ رازقوف نزد سردخانه محل جمع آمده از بردن جسد خودداری کرده طلب نمودند که ماموران میلیسا که در مرگ رازقوف گناهکار هستند پیدا و مجازات شوند. بعد آنکه مقامات گفتند 3 کارمند میلیسا بازداشت شده اند، جسد عبدالقهار رازقوف را از مردخانه گرفته مردم به خاک سپردند. گفته می شود در اواخر هفته گذشته رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی مادر، برادر و دیگر خویشاوندان نزدیک عبدالقهار رازقوف را به دوشنبه دعوت کرده است. آن چیزی که موردی بررسی قرار گرفت گزارش نشده است. در قرقیزستان محدودسازی حقوق‌های شهروندی و سیاسی، فشار به آزادی بیان، اینچنین خشونت نسبت زنان ادامه دارد. در این باره سازمان بین الخلقی حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش سالانه‌اش نوشته است. این سازمان از قرار وزارت فرهنگ سامانه‌های ازاتیک میدیا را بست و پرونده جنایی نسبت مدیر تلویزیون نکست تیوی اخراج روزنامه‌نگار تحقیقگر بالا تیمیروف یادآور شده است. در گزارش گفته شده است که آزادی رسانه‌ها زیر ضربه مانده نسبت روزنامه‌نگاران مستقل، بلاگران و رسانه‌ها پرونده باز شد. در ماه اکتبر سال 2022 وزارت فرهنگ سامانه‌های ازاتیک میدیا را بست. نشانداد دیگری بدشوی آزادی بیان در قرقیزستان را دیدبان حقوق بشر در بازداشت دست جمعی بیشتر از 20 فعال و سیاستمدار دانسته است که در تیر ماه سال 2022 صورت گرفت. در همین حال مقامات قرقیزستان بارها گفتند که حقوق و آزادی بیان در قرقیزستان پایمال نشده است. رسانه‌های روسیه روز 12 ژانویه خبر دادند که سردی شدید حرارت هوا در نیمکره شمالی در قلمرو کراسنویارسک رکورد زد. در شهرک ایسی قلمرو کراسنویارسک حرارت هوا تا 73 درجه پست شد. به این حد نشان دهنده سردی هوا در سیاره تنها در انتارکتیدا به قید گرفته شده‌اند. روزانه هوا تا 66 درجه سرد شده است. سرمایه غیر مقرری طبق اطلاع راسگیدرومت در یاقوتستان، ولایت ایرکوتسک و منطقه اورال نیز در نظر است. Температурный рекорд северного полушария побит в Красноярском крае. В поселке Есей столбики термометров опустились до отметки минус 73 градуса. Показатели ниже на нашей планете фиксировали только в Антарктике. Сейчас, если так можно выразиться, потеплело, уже минус 66. Аномальные холода, по сообщению Росгидромета, ожидаются также в Якутии и Иркутской области, а также на Урале. در همین حال دیروز در تاجیکستان نیز هوا غیر انتظار تا 30 درجه خنک شد. آماده نبودن نقلیات به سرمای زمستان در شهر دوشنبه به مشاهده می رسید. مردم مدت طولانی در سردی در ایستگاه‌ها منتظر اتوبوس، ترلیبوس و میکرواتوبوس ها بودند.
طوری که از شهرداری پایتخت خبر دادند به کارهای تازه‌کنی راه‌های شهر 193 عدد تکنیک سفربر شده است، لیکن برای تازه‌کنی همه راه‌ها فرصت نمی‌یافتند. مشکلات دیگری که شهروندان را به طور جدی نگران کرد این لغزش روی راهروها و نزد بناها می باشند. بعضی رسانه‌ها خبر دادند که سرمایه تا 40 درجه در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان در نظر است.